سلام، چطوری؟ خوبی؟ من الان دارم کلاس در واقع اسکیت توی یخ. باور نمیشه که ما تو کلاس اسکیت هم باید لباسای گشاد و اینجوری باشیم و جداست. خیلی عجیبه. همینجوری که داشتم آواز میخوندم دیدم که برف گرفته. امیدوار بودم بشینه ولی نشست. اینم منم در حالی که دارم براتون اسکی میکنم و حرکت‌های مارپیچی میرم. البته خیلی حرکت‌های بیشتری بلدم ولی دیگه خب اینجا نشد اون حرکت‌ها رو براتون نشون بدم. بعد اسکیت اومدم برم یه قهوه بگیرم. خب میدونید من اعتیاد شدید به قهوه دارم و چون تو رژیمم با اینکه خیلی دلم میخواست با اینکه خیلی دلم میخواست این چوینگاما رو بگیرم، این آدامس خرسی خارجی ها و یا این شکلات های کیندا، ولی به نفس اماره غلبه کردم و فقط همین یه قهوه لته با سیروپ نارگیل رو گرفتم. بعدش هم یه دوش گرفتم، دوباره آماده شدم که برم خونه خوشگل‌ترین دوست این مچلت جذابم فیروزه دوستم برام درست کرده. من برم پیشش. بای.